تحت عنوان من برای وطنم تاجیکستان صادقانه خدمت نکنم در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان مراسمی با تنتنه گسیل نوستگران برگزار گردید. در صحن دانشکده مهمانان را دانشجویان در تن لباس ملی تاجیکی اطلس و ادرس با گل و گلدسته ها پیشواز گرفتند. سرآغاز مهمانان از صنفخانه های برهوای این بارگاهی علم و معرفت دیدنی نموده با استادان و دانشجویان صحبت آراستند. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. در چاره‌بینی معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهدزاده، کمیسر حربی ولایت سوخت پولکوونیک دولتشاه میرزازاده، دیرکتور دانشکده حامد هاشمزاده، رئیس شورای سابقه‌داران خدمت حربی ولایت سوخت پولکوونیک احتیاطی شریفجان عزیزوف، رئیس سابقه‌داران خدمت حربی شهر خوجند پولکوونیک رحیمجان برهانوف، سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده، استادان سابقه‌دار، پدر و مادران و دانشجویان اشتراک کردند. در اول دیرکتور دانشگاه اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان حامد هاشمزاده سخنرانی نموده به چاره‌بینی حسن آغاز بخشید. مهمانان و والدان را به مؤسسه خیر مقدم نموده همچنین ذکر داشت که با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت رفتن 100 نفر جوانمردان با ننگ و ناموس دانشکده این یک فعل نیک بوده نشانه میهن پرستی و وطندوستی والدان نیز می باشد. امروز برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان باعث افتخار و سرفرازی است که 100 نفر خدمتکنندگان دانشکده با خواهش خود با امر دل و وجدان برای خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربری شده ایستادند. ما سراول در سیمای چنین جوانان وطن دوست فرزندان فرزانه ملت به پدر و مادران و استادانی که چنین جوانان را تعلیم و تربیت دادند عرض سپاس منتداری خیش را بیان نموده سر تعظیم فرود می آوریم. سپس دوران زاهدزاده برآمد نموده سخنی شادباشی و تمنیات صمیمی رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده را به نوستگران دانشجویان دانشکده قرائت نمود. باباجان قیسونبایف زاده ناحیه دیوشتیج بوده امروز او نبیری 12 خود را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای خدمت به وطن مادر گسیلانیده ایستاده است. باباجان قیسونبایف میگوید که همه نبیره‌های او در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردند و الحال باشد نبیره 12 او نیز با خواهش خود رفته ایستاده است. امروز میخوام نبیره ما دانشکده تمام کرده خودش به خدمت رفته ایستاده است. من از نام پدران مادران همین جوانان میگم که این بچه ها سرشان در نکند، صحت سلامت رفته خدمت کرده همین تاجیکستان خودمون چیگره محافظت کرده سال سلامت همین خدمت ادا کرده پیش پدر مادرشان آمدنشان طلب دارم. در آخر یک قطار نوستگران با سپاسنامه ها قدردانی شدند. اینچنین در هوای سرود و موسیقی وطندوستی پیشوا نوستگران را گسیل نمودند. باید یادآور شد که 100 نفر ختم کنندگان با ننگ و ناموس و وطن پرور این بارگاه با امر دل خوش به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به طرز اختیاری رفته برای حمایت مرز و بوم کشور عزیزمان که قرض هر یک جوانمرد کشور می باشد سهم خویش را گذاشته ایستادند.